اینا رو تو هر خونه میبینم و هرسم میگیره. اولیش اینه که وسط یه سقف 6 متری یه لوستر 30 سانتی زدن. آخه مگه میشه؟ لوستر باید متناسب باشه با فضات. دومیش اینه که کوسن خونهشون هیچ ربطی به مبلاشون نداره. مبل شیک و پیکه ها، ولی کوسنه رو انگار از یه بازار دیگه خریدن ورداشتن انداختن تنگ خونه. بابا کوسن خوشگلی خونه است، باید دقت بشه تو انتخابش. سومی اینه که کیپ تا کیپ خونه رو فرش میندازن. آقا تو هر فضا فقط یه فرش باید باشه. 8 سال من تو فضای مجازی دارم اینو میگم، ولی بازم تو مشاوره هام میبینم که فرشا رو چسبوندن به هم. بعدش اینه که یه ساعت بی ربط با خونه رو برمیدارن میچسبونن به سقف. ساعت باید تو راستای دیدمون باشه، تو جای مناسب. باید جایی باشه که هر طرف خونه میری اونجا بتونی راحت ببینیش. برمیدارن 200 تا گل و کنار هم به صورت نامربوط میچینن گوشه خونه. ببین یه درخچه بذار کافیه، ولی اگه عاشق گل و گیاه هستی یه دیوار سبز داشته باش، بیا روی دیوار چند تا شلف بزن، گلدونای یه شکل و هم اندازه بذار روش. حالا تو اگه هنوزم اصرار داری خونت زشت و بیکلاس دیده بشه، برو از اولین ویدیو رو نگاه کن، تمام کارایی هم که گفتم و انجام بده. ولی اگه خوشگلی خونت برات مهمه، هنوز بانوی دکوراسیون داخلی یا نداری، وای بر من.